در مسابقات جهانی کیش شرکت کردن و به عنوان سومی رسیدن. این لباس دورخانه‌ای و باستانی هم که پوشیده بودن خیلی مورد توجه قرار گرفت. این ورزشگاه که در تصویر می‌بینید یه آقای 63 ساله هستش که اتفاقا از منم استعلام کرد، گفت من باستانی کار هستم و بدنسازی هم انجام میدم، با لباس باستانی بیام. گفتم چی از این بهتره که پوریای ولی‌ها داریم، ما تختی‌ها داریم، ما خیلی از قهرمانانی رو داریم در دنیا که الگوی ورزشی هستن. من باستانی کار میکردم چون من سابقه به اصطلاح بدنسازی هم داشتم. گفتن شما میتونید به اصطلاح تو این رشته شرکت بکنید. بعد از هم حضورتون شرکت کردیم و چطور بود اما تجربهش در کنار؟ خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، خیلی دوست داشتم. در واقع یه ورزشی که تمام آیتما رو تو خودش جا داده و آمادگی بدنی خیلی جالب بود. حتی این حرکاتی که من هر روز دارم تو به اصطلاح بیرون پارک اینا انجام میدم دیگه، ولی خب در کل دوست داشتم اون رشته رو. اون شلوارک و اون لباس باستانی هم در موردش بگید. اونو من خواستم به دنیا معرفی کنم، شلوار و به اصطلاح لباس باستانی رو خواستم، چون یک به اصطلاح چیزی بود بین‌المللی بود. خواستم به دنیا معرفی کنم که به اصطلاح شلوار باستانی و به اصطلاح سنتی ایرانه و آشنا بشم با این لباس و با این. آقا آرزو موفقیت می‌کنم، ان شاءالله بازم ببینیمتون. سلامت باشید. ممنونم.